استاد به شما سوال همین بود که ما یک پروفسیه به نام گردیزی هست. این زمین چنکونی می باشد. مثال ما یک منطقه را چین میکنیم که مثال آنجا شاید آینده یک پیوه زواد یا که عرق زواد شود. خیر. در این موضوع ما کار ما جایز می شود یا اینکه شاید یا عمیق؟ بعضا وقت به ما نمیگویند و بعضا وقت خبردار هم میشویم. اگر خبردار شوید نکردن بهتر. اگر ندانید پرسیدن شما شرط نیست. یعنی کارتان اصلا حلال است. فقط اگر جایی که در آنجا گناه می شده باشد برای گناه، برای یاردم دادن، مثلا یک جایی هست که در آنجا کارهای غیر قانونی میشد. مثال دنیویشته برادر، برای فهمی بعضی برادرها عقلشون که شریعت بر میکشن، نعوذ بالله. اگر شما عقل که کشیدنی باشید، من جواب عقلی تیم. یعنی یک آدم حالی من در همین قانونهای دنیوی نیدنیسینی گفتگی یک ستیه هست. شما دیدید که یک آدم یک جنایت کرد، نارکوتیک آورد، موند همونجا یک جا، یا از دور دیدید که نارکوتیک فروخت، تمام. همین برای شما جنایت حساب میشه. دیدگیتون فقط دیده خبر ندادی میگن. حالا شما سوچسنیک نیم اونجا یاردم کرده. شما اگر تاکسی باشید و یک آدم نارکوتیکی ماشینتون بشیش دیدید، فهمیدید، شما 100% همین دیله و همراه میشید. از روی قانونهای دنیوی گیریم ده. این قانونهای دنیوی چی قانونه؟ این قانونهای شریعت دزدگی هن. در شریعت به گناه یاری کردن ممکن نیست. یک آدم به قتل رسانیده است، شما فقط میاد که همین کوچه نگاه کریز که چکی نگذرد، شما سوچسنیک هستید. یعنی در همین جنایت همراه هستید. برای همین حرکت کنید که به یگان گناه آلودگیتان نباشند، دور باشید. والله تعالی اعلم.